یه سوال دیگه داشتیم همین. یک دختر داریم در تاجیکستان، استودنت های نو بلیارد، جای بلیارد بازی کار در اومده، همونجا وقت می نوشته یا مقصد کلینتورا بستون بازی کنی نمیمونده. امیره حق داره بازی کننده چی کننده کار کنه اونجا؟ خودش حلال هسته یا که نیسته یا که کار نکنه؟ اکو هم تو بیلیارد بازی خودش یعنی حرام نیست خودی بیلیارد بازی، لیکن مثلا از نماز دارد، برده به قمار رساند، بعد گناه میگیرد. ولیکن این کاری خوب نیست. آدم باید وقتش به یک جای صرف کند که هم فایده دینی بیارد هم فایده دنیوی بیارد. اگر حرام نگوییم هم نکه این توصیه نمیدیم، نه این کسب نیست، آخرین یک کسب حلال جستجو کند.